طی سالهای آخر زحمتکشان شهر حصار در گرمخانه‌ها با پرورش لیمو و سبزوات و پالزی‌ها مشغول می‌باشند. میگویند که برای اهل خانواده پرورش سبزوات در گرمخانه‌ها منبع خوبی درآمد بوده، با استفاده از این اصول بودجه عائله خود را غنی می‌گردانند. در حقیقت تشکیل گرمخانه‌های خرد در قطعه‌های زمین نزد حولیگی از ثمرناک استفاده بردن هر وجب زمین از جانب ساکنان درک می‌دهد. ساکنان جماعت دهات دوربت و حصار سالهای زیاد است که با پرورش میوه و سبزوات و پالزی‌ها در گرمخانه‌ها مشغولند و از این شغل خود درآمد خوب به دست می‌آورند. به گفته متخصصان و دهقانان، پرورش میوه‌های سیتروسی و سبزوات و پالزی‌ها در گرمخانه‌ها زحمت زیاد را طلب نکند هم نازکی‌های خود را دارد. چهلی که می‌بینید این پامیدور رو ما تخمیش ماه ینور، اول ماه ینور پرتافتیم و کوچتش رو اول ماه مارت با زمین شنوندیم. اوضاع این نهال‌ها بعد 20 ماه می پخته رسیدن سر میکند. کارگران ما عبارت از 8 نفر می باشد. اینا معاش نغز میگیرند. ما کوشش میکنیم که بازار خودمان را، بازار ناحیه‌مان را و بازار پایتختمان را با محصولات تر و تازه تامین نماییم. همچنین کشاورزان جماعت دهات حصار شهر حصار تا امروز کشت کارتوشکای بروقتی گذراندند. در حالت حاصل خوب گرفتن نقشه دارند سالهای آینده زمین کشت را زیاد نموده در تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهمگذار باشند. برای خوب پرورش نمودن و فایده خوب به دست آوردن پیش از همه به اگرتکنیکای پرورش زراعت‌ها اهمیت مخصوص می‌دهند. در همین مساحت 1 هکتار زمین ما همین سال زراعت کارتوشک کش کردیم. ماهای فوریال بود. کارتوشک نشوناموش نقص خیلی که دیده شدیم. همین آفت کم تا ضرر دید ما علاوه کار کردیم آذوقه دادیم. خب نشوناموش این اگشت نقص رفته است. اویام اگر نصیب باشه نمی چوبوق شم کردیم نرم کردیم آذوقه دیمه میت. در همین مساحت 1 هکتار خب ایجاد دیگه محصولات هم زراعت است. لبلبوی سرخ، لبلبوی چورو، دیگه ریدیسکا دیگه محصولات ها هست. همین با ما 10 آدم نفر کارخانجی کار میکنیم. ما کوشش میکنیم در آینده باز هم کار را جانو کنه حاصل نقص خوب رویونیم. برای تامین نمودن آذوقه‌واری کشور از سهم خود را گذاریم. کشاورزان، اجاره‌کاران و ساکنان جماعت و دهات شهر حصار عاقلانه استفاده نمودن هر یک وجب زمین را وظیفه خود حسابیده با این عمل میخواهند در فراوانی بازارهای کشور سهمگذار گردند.